این شعر ترازه حیات هست. ترازو من اینه ترازیه به زیستی انسان فکر کسی نمیسته که من ترازی حیات انسان مانندی دو پهلی ترازو است، اما در ایام چون یک نخلی دیگر است. اگر یک پهلی آن از وزن دولت باشد پس روان، حیات انسان به زیر زمین می شود یکسان. اگر یک پهلی دیگر زی دولت باشد سبکتر، سبکتر میدانید انا این سبکتر، این وزنش خوانده دارم اما سبکترش. اگر یک پهلی دیگر از دولت باشد سبکتر، حیات آن ناگهان بیگذرد چون چشم گریان. یعنی بگو در خود ارانی شاعری دوران، دو پهلی ترازوی حیات باشد یک با یک مرام. ای خاص انسان در حیات بیکن خود را گاه گاه حذر، از دولت و عقل و فن زی چشم اهل نظر. اکنون یک تا عاشقی معشوقی یک تا خونده تیم شما با این شعری لیریکایی. با من مجنون بیشو موجود، همین معناشه؟ این محبوبی زینت آرا، مکن زی خود مرا جدا. زی خبری صدا ناگاه، بیکن مرا تا سحر آگاه. بر من مردی بیچاره، بیکن این شب درمان و چاره. مشو از من زود بیگانه، زی مردی عاشقی دیوانه. مکن تو غوغا و ناله، دلی مرا مکن پاره. بیا در نزدی من یک چند، برای زاد روزی فرزند. ای دلکش به نوری مخوش، بیا بوسه کنم تو را زی لبت. ارانی به دلدار کرد مضمون، بیشو موجود به من مجنون.